موندیم میشتنه ای دهنه جان مینا خبر دارم ماما جو خوارزاده خود بگردم اینا که بوده اگه منجگاه من انا بمو یک ساختمان سرادار بدم خوب ایت سرادار مثل افغانستان نه که مثلا بری به کارمسرا سرادار شی خوب نگاهون ساختمان سرادار میگه بفهمیدم ها نگهبون بدی ها یعنی دختر منجگاه مثلا به من طبق پنجم میشیشتم انا دیدم یه با من گفت من خیلی از افغانی ها خوشم میآیه و ایتنه بالاخره انا گفت که من میستونی ما گفتم انا اگه طور بستونو مثلا مگرم انا خودتو بجیم بریم به افغانستان بریم و اصلا به هر جا میریم من گو خوشم میآید کرکتر تو نه بیا که بره انا باز با مادر خو اینا بگفتم به پیار خو بگفتم نانه تو گفتم که نه وش کنی این کار نکنی نمایی که بستونی انا یکم برارام دختر خوش نبوده همین تا شد دیگه که ما حقیقت رستیانه انا برفتیم ما نکا کردم به منجگاه با هم ایران دیگه نکا کردی منجگاه نه یک مولای پیدا کردیم من نکا کردم انا وخستیم بیا من منجگاه کو خستیم اونجا در سلا شما نه در سرای يلا 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 مشكلة سلام خیرات جان شما گره سلام نام خدا باشان اشتنی خیرات جان خوبه شكرا الحمد لله جان خیراته اشتنی خیلی سال شما خوبه سفرا بخیر زنده باشین سلامت چی باشین عجب که یاد ما قریبار کردیم سلامت باشین دیگه میشه نصیب و قسمت همی بود دیگه و تو که برفتی دیگه نه 4-5 سال اشته زدی بیامدی دیگه حقیقت رستی ایت بود که از اونو وقت آخه میفهم چی گذر میشه میگو خیلی وقت میشه 7 سال شده باور که خیال میکنه 2 سال میشه 7 سال میشه اشتن گلك جان شکر زنده خوي باشین بخير بخير بيمدي شکر باجی شما سلام میگفتم و علیکم و من السلام گفتم بابا هر وقت که بخیر خوشی رفتی با باجی من سلام زیاد بگی و علیکم السلام مادر من خوشلوچی شما میت سلام زیاد به شما میگفتم و علیکم السلام انا میرم دیگه بشه بچه اینجا دستی ببخشین من خیلی شرمنده نه خیلی چای حواس من نبود یک پیاله سی کنیم ماستون به شما بریزم به خود ریختم که چی برو یک پیاله باشه اما گرم نمیخوره باشه باشه چای نمی خوش چی رقم شد که بیامدی دیگه یک چی بگم شو خاله انا یک دختر اینجا پیدا شد دیره یعنی مال بوستون خوب حقیقت است یعنی مال بوستون اینجا دیگه نکاح کردیم من منتها پیش بیار مادر خب بجستم گفتم باشه بیام اون خونه خواهر خب بیام اینجا دیدن هم شما ما و اینا بشه نه گفتم اینجا اگه بشه زندگی کنی کجا خانم تو بزو خونه کجی سعی کن زن ما خوب بگو بیا بله برو زن ماما خود بگو زن من خانم من بگو بیای چشم همانی خب چیکار کنی دیگه چیگه پود به ایران دنگو ما بیایی تو چیکار میکردی سلام آنی دختر بله سلام خوبین حالتون خوبه شما خوبین بشین چطورین شما خوبین شکر خانواده خوبه خودتون خوبین الحمدلله زنده باشی ممنون سلام شما خوبین مامانتون خوبه خودتون خوبین مریم به لفظ شما بگم اجی کاکا با جناق بابا منه درسته فهمیدم خوبین دیگه شکر عباس جانم بچه خاله منه پسر از اینا درسته خیلی خوب خوش شدم دیدم تو تشکر مریم خانومم خانم شما نه دیگه نامزاد من اما آره تشکر ما دیگه گفتم پیشتر به شما داداش از این به حساب خوش نبودن خوب ها انا خانواده ما باجی شما خوشلوچی شما
انا بزی گپا کو نرسید که ما بگیم من کار شد که ما بجستیم. من حالا تو افغانستان بیاماده مثلا یه ذره فرق میکنه. فرق میکنه چون خیابان افغانستان یه جوریه مثلا. بابا اینجا من خیلی بلدیت ندارم، یعنی اینجا چون اینجا ایران خیلی گشتم اینجا دیگه فرق خودتون میکنه. میدونین اینجا افغانستان تا ایران هواشو فرق میکنه. برام فرق میکنه خیلی. خود از اینکه بودک به ایران اینجا مغازه داشت، یعنی به حساب ما و شما دیکون. بفهمید. اینجا خوب لباس فروشی داشتک. لوازم بهداشتی. حساب کتاب دیگه نصیب و قسمت میبید که نصیب بیاد. نمی‌بوده دیگه. دیگه این قلرتوریش افغانستان بخوره. اون چیه؟ اون چی باز؟ قلرتوریش یه چیز غذایه. درست. ما میگیم قلرتوریش. کو بگو قلرتوریش. قلر کروش. نه قلور تروش. قلور تروش. قلر تروش. قلرتوریش ها. این درسته نمیفهمه. فهمیدم حالا. میگرده بفهمید. زبان. اسمش کم آه. سخته برام. خیلی غذا متفاوتی داریم ما. درسته. یه رقم غذا دیگه داریم ما به اون میگیم گوشت لند، کیچیری گوشت لند. کیچیری میدونی چیه؟ آره اونو میدونم ولی گوشت گوشت لند ما چیه باز؟ اون گوشت اونو قاق میکنه ما. گوسپند میگیرن میکشن. آره. بعدش اونو به تموس اونو با آفتاب خشک میکنن، بسیار خوش میشه. بعد اونا رو به زمستون با کیچیری با قلورتروش اونا رو پخته میکنن. مثلا اینجا خیلی غذایه که اگه بخوری اصلا معده تو تعجب میکنه. من والا اینجوری غذا رو من نخوردم، گوشت قاق، گوشت خشکاری. آره هست. آره میشنم والا خیلی خوب غذا داره افغانستان. آره افغانستان بسیار غذای خوبی داره. قلورشیر، اشکنه، پتیموش. پتیماش، اشکنه. یه لقمه اشکنه که بخوری اون غذا اصلا تا زمانی که زنده باشی اصلا یادت نمیره. اینجوری با خوشمزه، با تخم مرغ هم جور میشه، با گرجه، بانجون رومی گرجه با اونم جور میشه. شما آبگوشت میگین؟ نه آبگوشت که ما شوروا میگیم. آبگوش نه شوروا. ما آبگوشت میگیم. آره آبگوشت که دیگه. ایران خوب غذاهای داره نه گله. بس تو جا فامیلا میبرم. انشالله. آره. با هم میریم. آره میریم. با گل جان چند شب با بیام با جامو بیام. چشم چرا دیگه میایم. با ما خونه فرمان کنه. باباتون چیتون میشه خونه اینم باز. با جناخ بیار من. درسته. شاور خاله منم. یادم میاد کمی چون آه. استرس دارم اینجا. آره. درسته. واقعا خوش شدم دیدمتون. خب گل جان ما فقط خواست به دیدن تو اومدیم. چای تو بخوریم. نه دیگه بس دیگه. ما میریم که با نوخ میشه ولی. خوبه. ما چاش نمیره. زنده باش. ممنون که اومدین دیدنمون. بریم خوش آمدین. خدا. خوش آمدین. خداحافظ. خداحافظ. خوش آمدین. خداحافظ. ممنون.